بازگشت مردم بیجا شده ولایت وزیرستان جنوبی در پاکستان به خانه‌هایشان آغاز شد و مردم ولایت وزیرستان شمالی ماه آینده بازگشت به منزل‌های خود را شروع می‌کنند. تقریباً 400 خانواده شهر تنک را ترک کرده و عازم وزیرستان جنوبی شدند و در شهر بنو مقامات محلی ثبت نام بیجا شدگان از ولایت وزیرستان شمالی را آغاز کردند. بعد آغاز عملیات ارتش پاکستان به ضد تندروان در مناطق قبیله‌نشین بیشتر از 1 میلیون نفر در آن منطقه ها خانه هایشان را ترک کردند. در دیگر گوشه پاکستان دانشجویان کالج طبی خیبر در یک چاره‌بینی فرهنگی سنت‌های مردمی پشتوها را نمایش دادند. در این روز دانشجویان با نمایش دادن صحنه سوره این رسمی مردم پشتو را تنقید کردند که بر اساس آن دختر خانه را برای پایان دادن به جنجال به خانه عائله رقیب می‌دهند. به گفته برگزار کنندگانش این گونه چاره‌بینی در شهرهای دیگری پاکستان نیز صورت می‌گیرد. در مکدونیا صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های عالی به نشان اعتراض از اصلاحات در ساحه معارف در شهر اسکوپیه پایتخت کشور راهپیمایی کردند. دانشجویان به خصوص مخالف مقررات نو هستند که بر اساس آن باید آخر سال از آنها آموزگاران بیرونی امتحان بگیرند و سپس به آنها سند ختمی دانشگاه داده شود. در دیگر شهرهای مکدونیا نیز با طلب لغو امتحان علاوگی ختمی دانشگاه راهپیمایی‌ها صورت گرفت. در شهر کابل در پایتخت افغانستان مقامات پلیس گفتند برای تامین امنیت در روزهای تجلیل نوروز تدبیرهای علاوگی می‌اندیشند. با گفته مقامات پلیس این چاره‌بینی‌ها با هدف جلوگیری از هر گونه عمل‌های تروریستی عملی می‌شود. طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تندرو اسلامی مخالف تجلیل جشن باستانی نوروز هستند. در ارمنستان کارمندان فعلی و سابق کارخانه کیمیاوی نیریت در نزد قرارگاه‌های حکومت در شهر یریون جمع آمدند و طلب کردند که مزد کاری نپرداخته آنها پرداخته شود. با گفته کارگران کارخانه از آنها تقریباً 10 میلیون دلار قرضدار است. در شعارهای کارگران نوشته شده است که قانون را پامال نکنید و حق شهروندان ارمنستان حمایت نمی شود. تظاهرگران سپس به نزد دفتر وکالتدار حقوق بشر ارمنستان رفتند و یکی از کارمندان نهاد در ملاقات با آنها وعده داد که برای حل مشکلشان به حکومت مراجعت می کند.